شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پرسان کردن که روزه به اعتبار اشخاص چند قسم است. روزه به هر اعتبار مثلا تقسیم بندی شده. به اعتبار اشخاص 3 قسم است. ما روزه اشخاص عام داریم که عام مردم روزه می داشته باشند و روزه خاص است و روزه مثلا خاص الخاص است. روزه عام از مردمایی است که عوام الناس روزه میگیرن، مثلا از خوردن و نوشیدن خود نگاه میدارن و اگر نماز میخورن به بسیار عجله نماز میخورن، تیز نماز میخورن، مثلا 20 رکعت نماز در نیم ساعت خلاص میکنه. این روزه مربوط عوام الناس است. و روزه خاص ای است که انسان مسلمان تمام شرایط روزه را سر خود تطبیق میکنه. مثلا دستش روزدار می باشه، پس دست خود به حرام نزدیک نمیکنه. زبانش روزدار می باشه، میفهمه شما هر روز بدن ما یک عبادت خاص داره. زبان ما تقریبا عبادت های بسیار زیادی داره. دعا، استغاثه، فقط از الله دست دعا بلند میکنیم و فقط از الله میخوایم. مثلا عبادت زبان است، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این عبادت های زبانی هست، این عبادت میکنه. مثلا عبادت چشم چی است که چشم خود انسان در کارهای مثبت به قرآن نظر بکنه، به کعبه شریف نظر بکنه. از این خاطر در ماه مبارک رمضان عمرش ثوابش به اندازه حج فرضی هست. و مثلا چشم خود از نامحرم نگاه بکنه. متاسفانه بسیاری از جوانای ما و شما مسلمان هستن، روزه میگیرن، لکن هنوز هم سریال ها و فیلم ها را سیل میکنن و در هر سریال در حالی که الله برش میگه چه قسم روزدار استی که امر الله را مشکلانی. الله میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مردای مؤمن بگن که چشمایتان چشم پوشی بکنین. یعنی خطرناکترین گناه چشم در این فیلم ها و سریال ها و اینیا است. بیخی عادی شده زنای رقاصه و موسیقی و گپای قدر عادی شده که یک نفر صدها فیلم سیل میکنه، هیچ در قلبش نمیگرده که من نمیشه گناه چشم انجام دادم. دیگه گناه مثلا انسان گوش خود مثبت استعمال بکنه، گوش هم روزدار باشه. گوش روزدار همی است که انسان مسلمان مثلا قرآن میشنه و تبلیغ و وعظ و نصیحت و احکام دین، تفسیر قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. این ماه قرآن است، زیاد قرآن بشنه و زیاد قرآن تلاوت بکنه، زیاد درسای ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک بکنه، زیاد مواعظ و سخنان علما را گوش بگیره. و اینمی قسم که مثلا گوش ما روزدار است، قلب ما باید روزدار باشه. ما عبادت های قلبی داریم. عبادت های قلبی مثلا تعظیم شعائر الله عبادت قلبی است. نیت خدا باید درست بسازیم. یعنی ماه مبارک رمضان این ماه فرصت هاست و اینمی روزه مردم های خاص است. مثلا ما عبادت های قلبی داریم و عبادت های مختلف است. مثلا پای انسان باید به طرف حرکت بکنه که او به حلال باشه و برای درست باشه. معده انسان باید روزدار باشه. پس وقتی ما میفهمیم که بسیاری غذاها حرام است، یا پولش حرام است یا خود غذا حرام است، یا گوشت که مثلا ما میخریم ذبح ناشدگی هست، مثلا از خارج بسیاری گوشت ها مردم در قسمت بی تفاوت هستند، روزهشان الله قبول نمیکنه. مثلا گوشت های گوزن خارجی هست، جگرهای خارجی هست، مثلا گوشت های مرغ خارجی هست. اکثر یارو که شما سعی کنید به کشورهای کشته میشه که اونا چیز نمیکنن. پس میده انسان باید روزدار باشه، از زبان انسان باید روزدار باشه. مثلا از غیبت، از دروغ، از دشنام دادن، از مسخره کردن، از فکاهیات بی جای، از این گپا، از اینا انسان تمام اعضای بدن خود باید روزدار بگیره. و این روزه مردمای خاص است و یک روزه خاص الخاص است. و روزه خاص الخاص روزه کسایی است که اونا روزهشان چی است که در پالوی ازی که همین تمام اعضای بدنش روزدار است، فکرش و همین هوشش کلش چی است روزدار می باشه. یعنی مثلا به گناه فکر نمیکنه، به معصیت الله فکر نمیکنه، درباره حرام فکر نمیکنه،
به دختر مردم، به زن مردم، به ناموس مردم درباره از این فکر غلط نمیکنن، بلکه فکر خود مثبت میسازه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی ذکر الله را در استاده، در نشسته و به پهلو خفته. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن. یعنی انسان سعی میکنه مثلا حتی یک گلی که هست میبینه میگه سبحان الله، این خال برگ درختان سبز. سعدی رحمت الله میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. شما سعی کنین این الله متعال با چه زیبایی خلق کرده و هر برگ از یک است یک دفتر است برای معرفت الله که چه خالقی برای آب، چه قسم مثلا کدام واتر پمپ است که برگای درختان مثلا ما شما میبینیم که و چه قسم رنگا و رنگامیزی شده و چه قسم طراحی شده و چه قسم دیزاین شده. این کلش قدرت خالق متعال برای ما نشان میده و اینمی عبادت های فکری است که الله متعال ما شما را توفیق نصیب بکنه که همیشه هر روز مبارک رمضان همونطور روزه خدا روزه خاص بگردانیم و در جمله بنده های خاص الله که مقربین هستند در جمله از الله متعال ما و شما را حشر بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. مطلقي سلام على دار الحبيب.